مظاهره ساعت 9 صبح امروز از قریه کرهاله آغاز گردیده و بعداً به چوک شهدا رسید. پلیس امنیت این مظاهره را تامین کرده بود. مولوی نجیب الله حقیار، یک تن از عالمان دین، در این تظاهرات گفت نظامیان پاکستانی همواره در مسائل داخلی افغانستان مداخله می کنند و اینجا جنگ را دامن می زنند. مظاهرچیان این مداخله پاکستان را محکوم کرده از جامعه جهانی خواستند تا بالای پاکستان فشار وارد نماید که از مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت مخالفین مسلح دست بردارد. او ټول نړیوالو غږ کوو د هغه تجاوز د هغه بربند تیری چې د افغانستان په حریم باندې په مسلسل ډول باندې د پاکستان د حکومت لخوا کیږي، باید په قانوني ډول دغه حکومت قانع او دغه تجاوز مخه ونیسي. حاجی جمال الدین سیار، رئیس پیشین شورای ولایتی که در این مظاهره شرکت کرده بود، گفت حفاظت از خاک کشور وظیفه هر افغان است و باید به خاطر این وظیفه از نیروهای امنیتی افغان حمایت نماییم. در ختم این تظاهرات که یک قطعنامه نیز به خوانش گرفته شد، در آن از سازمان ملل خواسته شده تا با آوردن فشار بالای پاکستان، آن کشور از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری نموده و حملات راکتی‌اش را به خاک این کشور متوقف سازد. مظاهره در اسدآباد در حال راه اندازی می‌گردد که امروز نیز در ولسوالی دانگام بیشتر از 20 راکت از سوی نظامیان پاکستانی پرتاب گردیده است.